در شب اول شهرزاد چنین گفت: روزی روزگاری یه بازرگانی بود که سرد و گرم روزگار رو چشیده بود. از این شهر به اون شهر، از این دریا به اون دریا سفر می‌کرد و نونش را از راه دنیاگردی در می‌آورد. در یکی از همین سفرها گرمای هوا از پا انداختش. دید دیگه جون راه رفتن نداره. رفت زیر سایه یه درخت تا نفسی تازه کنه. خورجینش را باز کرد، یه تیکه نون و چند تا خرما در آورد. نان و خرما را خورد و هسته خرما رو همینجوری پرت کرد روی زمین. هنوز لقمه از دهانش پایین نرفته بود که یهو زمین و زمان لرزید. یه عفریت گنده با چشمای آتیشی و شمشیر کشیده جلوی بازرگان سبز شد. همین الان با همین هسته خرمایی که انداختی زدی به سینه پسر من و در جا کشتیش. حالا هم باید قصاص خون پسر من را بدی. بازرگان رنگش پرید، دست و پایش لرزید و گفت: ای بزرگ عفریتان، من آدم بی کس و کاری نیستم. مال دارم، زن و بچه دارم. یه سال بهم مهلت بده، برگردم خانه، مالم رو ببینم و بین بچه هم تقسیم کنم. وصیتم را میکنم و بعد سر همون وعده برمیگردم پیش خودت. عفریت یه نگاهی کرد، کمی فکر کرد و قبول کرد. بازرگان برگشت خونه. هرچی داشت پخش کرد. ماجرا رو موم به موم برای بچه ها و فامیلاش گفت. همه گریه و زاری کردن، اما بازرگان قول داده بود. قبل از اینکه سال تموم بشه بازرگان دل به دریا زد و طبق قولی که به عفریت داده بود به همون بیابون بازگشت، زیر همون درخت و شروع کرد به گریه و زاری و منتظر مرگ بود. در همین حال و هوا بود که یه پیرمرد با غزالی در دست از راه رسید. پیرمرد سلام کرد و گفت: ای مرد، اینجا چه می‌کنی؟ این سرزمین سرزمین عفریتان است. بازرگان قصه‌شو مو به مو تعریف کرد. پیرمرد آهی کشید و چون دلش سوخته بود گفت: منم اینجا میمانم، میخواهم ببینم آخر کارت چه میشود. هنوز حرفش تمام نشده بود که یه پیرمرد دیگه با 2 تا سگ سیاه رسید و دوباره یک پیرمرد با یک استر از راه رسید. هر سه که داستان رو شنیدن نشستن کنار بازرگان. ناگهان گرد و خاکی بلند شد. از دل گرد و غبار همون عفریت با شمشیر آخته ظاهر شد. دست بازرگان رو گرفت که بکشدش. بازرگان و اون سه پیر شروع کردن به گریه و زاری. اون پیر اولی که غزال همراهش بود جلو رفت. دست عفریت رو بوسید و گفت: ای امیر عفریتان، من و این غزال حکایت عجیبی داریم. اگر اجازه بدی تعریفش کنم و خوشت بیاید 1/3 خون این مرد را ببخش. عفریت قبول کرد و گفت: بگو. و اینجا بود که تازه قصه شروع شد. پیرمرد رو کرد به عفریت و گفت: ای امیر عفریتان، این غزالی که میبینی دختر عموی منه. 30 سال با هم زندگی کردیم، همدم و هم نفس بودیم، اما خدا بهمون بچه‌ای نداد. آخرش من یک کنیز گرفتم و اون کنیز پسری زایید. پسر نور چشمم شد. پسر که به 15 سال رسید یه سفر تجاری برام پیش اومد. وسایلم رو جمع کردم و رفتم به هندوستان. این دختر عموی من از بچگی پیش یه پیرزن سحر و جادو یاد گرفته بود. من که رفتم از حسادت کنیز و پسرم را با جادو تبدیل کرد. کنیز رو گاو کرد، پسرم رو گوساله و هر دوتاشون رو سپرد دست یه چوپون. چند وقت بعد از اینکه از سفر برگشتم سراغ کنیز و بچه‌ام رو گرفتم. دختر عمویم گفت که کنیز بیمار شد و من طبیب خبر کردم و هرچه دارو و دوا بهش دادم افاقه نکرد و مرد. پسر هم چون از غم مادر ناراحت بود سر به بیابان زد و فرار کرد. در آن زمان دنیا رو سرم خراب شد. 1 سال تمام با غم و داغ نشستم تا اینکه عید قربون رسید. گفتم قربونی بدم مثل هر سال. شاید دلم آروم بگیره. به چوپون گفتم 1 گاو فربه برام بیار. چوپان 1 گاو آورد. ولی من نمیدونستم که او مادر پسر من است. کارد رو برداشتم، آستین بالا زدم، اما تا خواستم سر گاو رو ببرم، گاو ناله کرد. مثل آدم گریه می کرد. دلم لرزید. چاقو را به چوپون دادم. به چوپون گفتم که گاو رو بکشه، ولی چون گاو خیلی گریه و زاری می کرد، چوپون زمانی که سرش رو برید و پوستش رو کند،
هیچ چیزی از گوشت در تنش ندیدیم. استخوان‌هایی دیدم که گوشت نداشت. همونجا فهمیدم اشتباه بزرگی کردم، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. من چون هر سال قربونی میدادم و بین همسایه‌ها گوشت فراوان تقسیم میکردم و نذر میدادم، گفتم ای چوپون برو یه گوساله فربه بیاور. این بار گوساله ای آورد. گوساله تا چشمش به من افتاد بند رو پاره کرد، خودش رو به پام انداخت و به خاک غلتید. زار زار گریه میکرد. به چوپون گفتم این یکی رو رها کن، یه قربونی دیگه بیار. اینجا که دختر عمو همون غزاله وایساد و هی اصرار کرد که نه، گوساله است، قربونیه، همین رو بکش. اما دل من راضی نشد. روز بعد چوپون اومد پیشم و گفت من دختری دارم که از بچگی پیش یه پیرزن جادو یاد گرفته. دیشب که گوساله رو آوردم خونه اول گریه کرد، بعد خندید. گفت این گوساله پسر بازرگانه که زن پدرش با جادو این بلا رو سرش آورده. گریم برای این بود که مامانش رو پدرش کشته، خندم برای این بود که هنوز پسر زنده است و تو یک نامحرم به خانه آوردی. وقتی اینو شنیدم از خوشحالی سر از پا نمی شناختم. دویدم رفتم خونه چوپون. دخترش اومد سلام داد، دستم و بوسید، گوساله هم جلو اومد. خودش رو به خاک مالید. به دختر گفتم راسته؟ این پسر منه؟ گفت آره. گفتم اگه نجاتش بدی اونقدر مال بهت میدم که تا آخر عمرت بی نیاز باشی. دختر لبخندی زد و گفت من مال نمیخوام، اما یه شرطی دارم. اول از همه اگه طلسم پسر رو باطل کردم منو به همسری اون بگیری و اجازه بدی که اون زنی که این بلا رو سرش آورده به سزای کارش برسونم، چون من ازش میترسم، چون سحر و جادو یاد گرفته. من هم از خشم گفتم خون دختر عمویم حلالت، هر کاری میخوای بکن. دختر کاسه آب آورد، ورد خوند، آب رو پاشید روی گوساله. همون لحظه گوساله انسان شد. پسرم رو بغل کردم، بوسیدمش، گریه کردم و دختر چوپون رو هم به زنی پسرم در آوردم. او هم دختر عموی من رو به جادو تبدیل به غزال کرد و از اون روز تا حالا هر جا میرم این غزال رو با خودم میبرم. ای امیر افریطان، این بود حکایت من و این غزال. امیر افریطان که حیرت مانده از این حکایت بود گفت که 1/3 خون این بازرگان را بهت میبخشم.